پسر من 2 هفته پیش گم شد. منم مثل همه مادرها که وقتی پسرشون گم میشه به پلیس خبر میدن رفتم پیش پلیس، اما خب در کنارش خودم هم دنبالش میگشتم، ولی هیچ اثری ازش نبود. نه من نه پلیسا نتونسته بودن هیچ اثری ازش پیدا کنن. منم شکسته شده بودم، ناامید شده بودم، اصلا دیگه دلم نمیخواست ادامه بدم و چون دیگه نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم کنار کشیدم و از پلیسام خواستم که اونام این کارو بکنن، اما خب اونا زیر بار این کار نرفتن. از پلیسا خواستم که بیخیال پسرم و پیدا کردنش بشن، چون انگار بیفایده بود و هر کاری میکردیم انگار ازش دورتر میشدیم. ولی خب پلیسا بیخیال نشدن و به گشتن ادامه دادن. هفته بعد از این که من بیخیال شدم و گفتم دیگه نمیخوام هیچ اثری ازش باشه و نمیخوام دنبالش بگردم، در حالی که توی حال و پذیرایی نشسته بودم صدای در شد. در رو که باز کردم 2 تا از پلیسا اونجا بودن که یه نفری هم پشت سرشون گذاشته بودن و یه لبخند خیلی رضایت بخش روی لباشون بود، مثل این که جوری که پلیسا گفتن اون پسری که پشت سر پلیسا بود پسر من بود. میگفتن که توی جنگل خارج از شهر پیداش کردن. خیلی لاغر و خراب شده بود، اصلا صورتش خیلی خیلی لاغر شده بود. پلیسا هم پسرمو بهم تحویل دادن و منو با اون تنها گذاشتن. ولی من فقط با نگاه کردن به چشماش میتونستم بگم که اون پسر من نبود. اون فقط شبیه پسر من بود. مثل پسر من حرف میزد، رفتار میکرد، اصلا همه چی شبیه پسرم بود، ولی خب پسر من نبود. لطفاً حرفامو باور کنین، اون واقعاً پسر من نبود. از اون شب به بعد من هر شب از خواب میپرم و عرق سرد روی بدنم میشینه. وقتی به سمت در نگاه میکنم صورتشو میبینم، اما خب بعد از چند لحظه غیب میشه انگار. اون اصلاً پسر من نیست. هر چی که هست پسر من نیست. حالا براتون سوال میشه که من چرا انقدر مطمئنم؟ خب میدونین 2 هفته قبل من پسرم و خودم کشتم و داخل جنگل خارج از شهر دفنش کردم.